Выстрел! 224 روز نبرد سنگین بین نیروهای نظامی وابسته به ارتش روسیه موسوم به واگنرها با ارتش اوکراین برای تصرف شهری که اوکراینی‌ها آن را باخموت و روس‌ها آن را آرتیوموفسک می‌نامند. منطقه‌ای راهبردی که تسلط روسیه بر آن به معنای کامل شدن دسترسی به جمهوری دونتسک در شرق اوکراین است. 20 ماه 23 года. پس از 224 روز نبرد سنگین نیروهای ما تسلط کامل بر شهر باخموت را به دست آوردند. Полностью был взят Бахмут. نیروهای واگنر از امروز باخموت را ترک می‌کنند و کنترل شهر را به ارتش روسیه تحویل می‌دهند. این جشن تسلط بر باخموت و تجلیل میدانی از نیروهای واگنر پس از نبردی که هزاران کشته روی دست دو طرف جنگ گذاشته و شهر را به تلی از خاکستر مبدل کرده. شهر در حال پاکسازی است. احتمال حضور سربازان اوکراینی یا گروه‌های دشمن وجود دارد. مین‌زدایی در مقیاسی وسیع در شهر آغاز شده و این روند احتمالاً تا 1 ماه دیگر طول بکشد. در حالی که ارتش روسیه از اعزام یگانهای هوابرد و زرهی برای تحکیم مواضع نظامی خبر می‌دهد، فرماندهی شرق نیروهای اوکراینی اعلام کرده بخش جنوب غربی باخموت همچنان در کنترل نیروهای اوکراینی است. با این حال کرملین نبرد باخموت یا آرتیوموفسک را تمام شده می‌داند. آزادسازی آرتیوموفسک را به گروه واگنر و نیروهای مسلح روسیه تبریک می‌گویم. به تمامی افرادی که در این عملیات موفق شدند، جوایز دولتی ویژه اهدا خواهد شد. در حالی که اوکراینی‌ها تسخیر کامل شهر باخموت توسط ارتش روسیه را هنوز نپذیرفته و اعلام کردند مقاومت همچنان ادامه داره، امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمانی صادر کرد که بر اساس اون نام باخموت به نام قدیمی و روسی اون یعنی آرتیوموفسک تغییر نام خواهد داد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل کرملین.